سلام علیکم. سلام. کاظم صاحب جور هستین؟ صحت شما خوب؟ خیر بخیر. سلام بیادر. به جای آورد ان شاء الله. خوب هستین ان شاء الله؟ خیرتی است بخیر است. فامیلا مگه خوب است؟ بیشتر زنگ زدم همکارا گفت که همینجا کدام بررسی داریم باز ما گفتم باشه یک بار خودت ببینم. موتورا رو بررسی میکنیم گفتیم باشه که موتورا یک دود میکنه. موتورای دودزاره. خب یعنی ببخشید کاکا خوب است. سلام. احترام سید. خوشحال هستم. آرام هستین؟ خانواده ما جور است؟ شکر تازه هستین. مادر ما دید نمیکرد الهی از یتیم خانم است. بقدر نمیگردم صرف هم یسخال یتیم میبره تا پرورش تا مکتب پس میاد. یعنی شما ببینید اگه من چالانش هم یک ذره دید نمیکرد. چی مشکل ما را گرفت 1000 روپیه جریمه که نمیشه حتما کدام مشکلی داشته بدون مشکل خوب او در جیب خود خونه گرفت حتما تعرفه داد که گفت بانک رفتم گرفتم خمانتا ایره تا اندازه آخر ریز میتونه ما خود اندازه آخری رو ریز نمیتیم و یک کم تیل بی کیفیت است چطور کنیم مشکل تیل آمد در سیاست های کلان ما در دستم نمیرسه که تیل باید استاندارد پا کنترل کنه میشناسم چون ابران ما تشاروالی یک جایی دیدم آتما کردی بینم میکنه اگه ترامات حالا خو عمل انجام شده است نمیتونم براتون کمک اما دوستا را میگم که اما ما میگه سال مامورین تنهایی من سعی کنین که موترایی که بیخی دو سیاه میتن نشان میده دودزایی است داره دو سیاه میتن همین مرا خودت بگو که پیاده برو موین پیاده سر کو میرم کتتان بدون صدا اما با خدا این مسائل اولاد ما را میکشه قربان اولاد ما را میکشه حالا کاش که تیل هم اکبر ما انشالله در اینجا فشاری را میارم که اداره استانداردارم از سرعت متوجه جانتان جور سر رئیس صاحب قم احترامات تقدیم بخیر است جانتان جور است بخیر است ممنون زیاد اگر شما را دیر استاد کردیم پوزش میفهمیم بخیر وظیفه خود انجام دادیم از زیدل سلام قربانت خوب است کارمند صاحب عزیز 60 چه گرفتی؟ 60 شانه گرفت او الکوزه است سنت‌سازی هم کردیم بخیر است شکر به سلامت تقریبا ما از دو ماه به این طرف از طریق تلویزیون اطلاع داده رفتیم موتورهای دیزار استاپ بله متاسفانه که مشران و جرگه تا فعلا هیچ کاری را به ما نکرده پلیسی جرگه هیچ کاری را نکرده تال ما را نخواسته باز آلوده که شد باز اینا یادشان میآید و چندین بار انتقاد کردیم که بلیاز خدا اگر وکیل و نماینده واقعی مردم هستین دروغ نمیگین خیر بیاین که برای مردم خودکار کنین یک روز مرا نخواستین فقط تنشای داخلی خود است ما در دفعه مدرک کردیم که تاشای خیش گفتین از الاگل مجاهد است گفتیم اما ما داداش چه گفتین از محقق از زور ما نمیاد امیل اعظم همین چالشی چیز است چالش الکوزه اون چالش الکوزه استاد کردیم یک سال خودم از درس دادن آمدیم وام به تفنگ اوه از تفنگ دست از از تفنگ قربانه کرد بخیر باشه پدر دگال روز دیگه براتون میرسم در کار دیگه سلام علیکم سرنوشت مردم نباشه یک دو دقیقه کار داشتم یک دقیقه که امروز من یک چیز گپ دارم اینمی کاکای مثل ساید دولمان یک دونه امام داره این کارمندان میاد کمک اذیت میکنه دود میکنه بسیار کم دیگه از طرف شو زیاد دود میکنه دیگه نمی اسنادایش از ما گفتم اگه اینجا یک امضا کنی که بیادر دود نمیکنه کمی آدم در کار بار خود نه و امام در خرص خود احترام دارم و همه مردم باور کنین که بسیار مردم مریض میسازه زده امی دوده که شما مطابق میارا جور بکنم در خدمتتان هستم نمیتونم برای کس کمک بکنم در این مسئله طرف روز دود نداره منتها شو که باز میره اصلا شو خطر بسیار جدی را داره سعی کنین اینمی را خودت جور بکو در صورتی که کدام کارمند از شاروالی از هر داری می آمد میخواد استفاده جویی بکنم در خدمت هستم که پیش رویشه بگیریم کاظم صاحبی هم پیسه که داشت یک چیز زمین قرض وام کردم او را فروغ بیادر جور کرده نوزم قصدار است نه یک امامه که خود جور کرده یک طرف دالمان پیش قصد باور کنین به خدای نمی اولادای خودت از اینا که مریض میشه دلیلش همیست باید به یک دیگه خود برسیم اینمی وطن سر ما حق داره باور کنین اینمی کلانا کلشان اولادایشان در منطقه وی آی پی در بیرون زندگی میکنن عالم ما و شما خب به خاطر اولاد خود فکر کنین
نه. این خب وظیفه ما است. حال مشکل ما دیگه گفتم خیر از خاطر ما میره امضا میکردیم و برش. خدا که هر صدایی را که سرم بکنی میتونم این تو صدا را نکوست. شبکی یک تایر میسوزانن ولی آز خدا تایر سرطان میسازه. نمیکنه پیسه خودم پوره نمیکنم. پیسه چوب مگه یک چوب تلوار چوب قیمت است. 8500 روپیه شده کی پوره میکنم. در بار گازی چرا نمی سقاوه است یا اما سقاوه از یک سقاوه را باید در گازی بسازی در گاز بسیار میتونی که ساده کار بکنی. نمیتونه هم این کسی نمیکنه. هم کرای گپ مردم دکان بلند است. میفهمین میگه آزار اذیت دیگران به موجب قرآن سنت عقل حرام است. نه. این ما و شما که یک مسلمان هستیم با یک دیگه خود کی قسم جفا بکنیم فکر کنین دیگه مردم چی حال مشکلات دیگه هم زیاد. اینمی نماز است اینمی عبادت است خودت هیچ نماز نخوان اما اینمی کار بکنی عبادت میکنی برو چیزا که جور بکو یه آدم پیش ما بسیار بزرگوار است قربان شما بسیار خوب شد بخیر باشین. خیر باشه همین مسئله را صدا را سر بیاد میگه خیر کاظم صاحب یک 10,000 روپیه ما یک گوسپند مسپند برش میبریم نمخانه میگه برای تا میکنیم میره یک امضا کو خیر میکنی کدام گوسپند چه حالا پس خودم همه خودت مرا نمیشناسی که من میشناسم ما گفتم شو بداری موضوعات یاد نکنی گفت نه تو برش بگو دندی ولی ما میارم یک تا گوسپند که زمستان از بیادر گوشت قاف کنم کارمند ما خود ما باید رشوت قطع بکنیم در حالی که خودت رشوت به کارمند پیش میکنی آدم با نفس که نباشه خلاص دیگه رشوت خودت دادی هم کس که رشوت میته گناه داره هم کسی در بند میکنه میگه بند کنین مورلاک میکنه ویکو وکو خودت امیر جور بگو کسی که مورلاک میکرد نمره تلفن ما از پیش بزرگم ما در خدمتت هستم که اجازه نمیتم یک کس که بستش کنم حالا اینجا سر صدای همسایه هم سر از این ابراهیم چی رقم امام جور کردی دو روز بیادر باز از دو روز بسته است یک همسایه میگه دود میکنه یک نرخ باشه گاز یک روز بی 40 روپیه یک روز 70 روپیه این مشکل داریم راست کاظم صاحب میره برش یک امضا کو برو و خداوند که این دست ما در زندگی بسته نکردیم و مایم است و این خودت بیادرم هستیم عزت باش. هیچ راه نداره هیچ راه نداره عزیز دارم این صدا رو باید ما والا خانه می آمدیم اینجا کارته مامورین باز چای بخوریم نان بخوریم اما باید کار کنیم به خاطر مردم اولاد خودت مریض میشه خانم ما مریض میشه دختره که خودت مریض میشه ما هم کوشش کردم میکنیم اگر پورا کنه گازی هم میکنیم در گازیش هم مشکل بدون گازی بسته میکنن ریاست نظارت بسته میکنه شهرداری محترم کابل بسته میکنه ریاست کابل بسته همین زمستان تا میمای عمل یک امضا کو اصلا خود تا مای عمل خطرناک است نمیشه من نمیتونم در این کمک کنم حالا تایر نسوزانو بدر یگان چیز دیگه سنگ و زغال صحیح است که نه سنگ و زغال هم اجازه نیست برای از اینا برای حماما سنگ و زغال اجازه است مشروط به یک چیز که شما او را فیلتر جور کنین برش در سقاوه غیر گاز دیگه چیز اجازه نیست بستید میکنن از حالا یک فیلتر از 8 لک روپیه نه در 50 60 هزار روپیه مردم جور میکنن میگن خارجی شد من تو را گفته نه اینجا جور میشه بیادر هزاری ما جور میکنه خوبترین مطمئن ترین از در غرب کابل و ما به مو آدم کمک کردیم که همین تشویق کردیم که کار کنه کل چیزا کاظم صاحب اگه تا مراحل شده میره یک امضا کو خیر است یک تا میمای عمل که شو هیچ امکان نداره من اینی دستم بسته کردن چوب و فقط ما از خارج به می اومدیم که به مردم خود برسم اگه این قسم صدا بکنن دوستی ما زمین آدمو خراب نکن بیادر خونده ما اگه نه مرا گفت ما گفتم که برم یک امضاست کاظم صاحب میکنه این حالا دیگه خودت بیادر شلگی میکنی که اون حالی کوزه هم استاد کده بودی کدام را دیگه ندارم میگم امکان نداره چی رقم عزیزه که دل ببخش خیر است همین یک امضا کو قربان امکان نداره خیر است من وزر میکنم این دیگه رقم غریب است بیادر هیچ راه نداره غریب خودم میکشه اولادش به اندازه مریض میشه که اونمو دوای بجای از اینکه چیز بگیره گاز بگیره خوبتر است اولادش از زمستان مکمل میرن به والا خیلی دکتر پیش خانه ما چطور ات خوش است قدر دیگرکی مریض میآید پیشش به خاطر از اینکه اون هر قدر که مریض زیاد شو اونا برن اینی رو من تشویق کردم میره میگه چی رقم ها میگه بیادر میگه خیر ببینی که بیادر کار ما را جور کردی تو پیش از اون میگه کار نبود حالا اشتکا میگه میای سینه و بغل سلفا و تخت میکنه نمیشه و بیادر حالا هیچ امکان نداره هیچ راه نداره حالی میگه با شرطی که بیادر آدمایی که شیشه سیاس دیگه و دیگه است میگه او رو هم باز استاد همین از الکوزه که کی زور داره استادش کردم خودم اومدیم در بالای سرش دیگه بالاتر از یو کی است زور داره والا کاظم صاحب چی رقم کنیم بستهش حال بسته است دیگه ما
والا بستن نیست کار میکنه کارمو خب برای- با دوزی دیگه خوب شد گفتی که ما بیایم موجه با دوزی دیگه نمانم قیدش میکنم ببخش مرا خفه نشی ما مجبور هستم حالا قیدت تو را برای کی خود دیگه برای خود هر جنجال دوستی جور که هست، میکنید عزیز دل. حالا شو 10 بجه شو مبارک کاتش شو. کنه کلگی خو از چی مشکل داره شو خطرش بیشتر است شو او قریزگردا از خورده است عزیز ها. دل که دیوار رو مگه باشه از دیوار میه از طریق چشم میگیرید از طریق جلد میگیرید از طریق دهان میگیرید از طریق بینی میگیرید این تو مریضی است قریزگردا از خورده است که هیچ کس به چشم نمیبینه ولی دود خدا آسمان میره کازم هیچ کس صاحب نمیفهمه که عمل محیط ما چه قسم است یک مریضی ها چرا است کلش از سر زمین تاثیر از همیه کاملا تنها کاش که تاثیر این است که اینی حالات طبیعی کل بهتر است هر کدام ما جمع کنیم هر کدام ما مسئولیت باید بگیریم نه خود بگیریم نه فالتک کنه از اینجا شاروالی میکشه تا اینجا که گرد خاک کنه این حال موتر را که زد بیادر ها راست میگی اینی کارا میکنه شاروالیست از ما پرسان کنیم هر کس وظیفه خدا باید انجام بتنه ما میگیم تا میمای عمل نمیره یک دوست دارم امکان نداره قربان چا نداره هیچ راه نداره قربان چا والا خیلی قربان رقم چا کنیم او کار ببخشین مرا خیلی بریم بخیر بریم مجبور بند کنیم دیگه چی کنیم السلام علیکم بله چند چه تعداد شده خیلی بیا دیگه که برش بگوییم صحیح کاظم صاحب ببخشید ما یک کار بود که نمی کاکای نمیجه کیله مفروشه می رفتیم خانه استاد صمد داردار وکیل صاحب منطقه کارت 3 دیگه اینجا دیدم تا کاکا را گفتم بیا تو نقش کاکای ما داری نمیجه بگو که ما یک امام دارم چون وظیفه شما مت یک چیزی بود داخل موتر که امراض اما خوب اکتیور هستی والا چیزای بگم که بیادت بخیر هستید بخیر هستید صحتمند خب کدام پیام خاص اگر داشته باشی و یک سلام می‌خوایم اما ما باید به وطن خدمت کنیم وظیفه همه ما است این همکارکای ما هستند همه آمدن دینمی آلودگی می‌خواین که فقط آلوده‌زایی را کم بسازن و سلامت و سرحال باشید زنده باشین و از دوستایی که یگان چیز دود میکنن بر از وام یک پیام بده که متوجه خود مریض میسازن خانواده خود مریض میسازن گناهگار میسازن خدا یک عبادت است که برای وطن خود باید خدمت کنن موجود باش نقش کاکا چطور بود نقش کاکا بیاد بالا امر خود هر کس که باشد نقش بخیر باشی خوش شدیم وقت خوش براتان سلامت باشین زنده باشین خداحافظ کاکا چرا پیشانی تو ترسد مرا برای ما چیز خدمت است با عزت باشین پناهتان بخیر دوستان عزیز اینا دیگه هماین کاظم یا کاظم هماین چه کار کمری ما شد فکر کنم معین هستند محیط زیست و چی میگه آمر تو باش که امور پرسان کنم وقت وظیفهش دیگه چیز بود حال دیگه هر چی که از مقصد موترهای دود میکنه امامایی که دود میکنه کدام کارهای خود اونمون جوانا جلسه داره فکر کنم کدام موتر پس شاین یک کمک شابه سوتره دیگه کدام موتر استاد کرده بودن بازو موتر شخ کرده بود خودش تا اینجا تشریف آورد هر کدام ما به خاطر از این که وطن ما صاف و پاک و دور از آلودگی هوا باشه کوشش کنیم و تشکری میکنم از خودت که حاضر شدی دیگه موفق باشی در کارت زنده باشی کاکا تو را خو گفتم که بیا ما سواد نداشتم که گفتم نگاه نه مسئله سواد یک امامی بودی او بدر نه بازم استاد خوب کار کرده تشکر از هر دویتان بخیر باشین زنده باشین